دوستان سلام، به کانال سورن پلاس من خوش اومدید. من 5 ماه یه بار این کوئلا رو چک میکنم. از قضا سیلندر شماره یکم، حالا اگر از سمت فرای ویل حساب کنی سیلندر شماره چهارم، با یه مشکل مواجه شده بود. اونم این بود که جرقه ناقصی داشت، یعنی ارتباط کوئل با وایر به درستی انجام نشده بود. حالا همونطور که داخل تصویر میبینید رنگ حتی فلز داخلش، اون فنر داخلش به رنگ سبز تغییر پیدا کرده و این نشون میده که این اتصال درست نبوده. و حالا با بررسی که انجام دادم متوجه شدم که طول وایر بیشتره و حتی زائده‌ای که به اصطلاح کوئل با وایر به هم میشینن، این زائده گوشتیش زیادتره و همین باعث میشه که فاصله بیفته و همین فاصله باعث شده بود که این مشکل برای من پیش بیاد. ادامه پیدا میکرد قطعا کوئل منو میسوزوند. پس حتما نمونه اصلی و فابریک خودش رو موقع تعویض با خودتون ببرین و دقیقا همون مدل رو استفاده کنید. حتما فنر داخلش رو هم چک کنید، چون گاهن پیش اومده که زیمنسی بوده ولی طرح بوش زده شده. پس حتما فنر داخلش رو هم چک کنید که این مشکل هم پیش نیاد.